مسافرت. خب مطمئنا هر کدوم از شما با شنیدن واژه سفر توی ذهنتون یک عالمه خاطره نقش میبنده از مسافرت هایی که تا حالا داشتید، از مسافرت هایی که قرار از این به بعد داشته باشید و خلاصه حسابی یاد سفر و تعطیلات میافتید. تو فرهنگ لغت واژه سفر رو اینجوری معنی کرده: بیرون شدن از شهر خود و به محل دیگری رفتن، و یا یک معنی دیگه هم براش نوشته بود که منظور از سفر اون راهیه که پیموده میشه تا از یک محل به محل دورتری برید. خب و اما اینکه چرا ما امروز تصمیم گرفتیم با هم راجع به سفر صحبت کنیم؟ دیدم نوروز امسال خب نزدیکه دیگه، در واقع بهار 86 چیز زیادی بهش نمونده. من هفته گذشته که راجع به درخت صحبت می‌کردم، یکی از همکارام بهم گفتش که خب هنوز یک هفته تا روز درختکاری فرصت داری. گفتم خب آدم هر تصمیمی که میخواد بگیره حداقل باید یه هفته دو هفته جلوتر بهش فکر کنه، ببینه چرا از این به بعد میخواد درخت بکاره حالا تو هفته گذشته، یا اینکه امسال میخوایم با چه اهدافی به مسافرت‌های نوروزی بریم، میخوایم چیکار کنیم که سفرمون فرق داشته باشه. خلاصه به خاطر اینه که من 10-15 روز زودتر از فرارسیدن بهار 86 تصمیم گرفتم که با شما راجع به سفر صحبت کنم. فرصت برنامه‌مون خیلی زیاد نیست، فکر می‌کنم بهتر اولین بخش برنامه‌ها رو ببینیم و بعد با هم راجع به موضوع سفر بشیم و وسایلی که باهاش سفر می‌کنن، و یک مسابقه هم داریم که در بخش آخر برنامه بهتون میگم. اولین بخش برنامه‌ها رو با هم می‌بینیم.